در سال 2004 برنامه وایف سواب در آمریکا شروع به پخش کرد. این برنامه که ابتدا در بریتانیا 1 سال قبل از اون آغاز شده بود، با موفقیت روبرو شد و شبکه ABC اون رو در آمریکا پخش کرد. طرح داستان ساده بود. 2 خانواده مختلف که معمولاً سبک زندگی کاملاً متفاوتی داشتن، همسران و یا مادران و گاهی اوقات پدران خودشون رو به مدت 1 هفته با هم عوض می‌کردن. در هفته اول هر فرد باید بر اساس قوانین خانواده میزبان زندگی کنه و در هفته دوم خانواده میزبان بر اساس قوانین فرد جدید زندگی می‌کردند. در نهایت اعضای خانواده با هم ملاقات می‌کردند و درباره تجربیات خودشون صحبت می‌کردند. 4 سال بعد از شروع این برنامه در آمریکا، در سال 2008 بینندگان در سراسر جهان با خانواده استاکدیل آشنا شدند. تهیه کنندگان ABC به دنبال یک خانواده موسیقیدان بلوگراس بودند که دارای ارزش‌های سنتی و مذهبی قوی باشند و خانواده استاکدیل دقیقاً همین ویژگی‌ها رو داشت. خانواده استاکدیل شامل مادر کتی 44 ساله، پدر تیم 48 ساله و 4 فرزندشون، کالوین 19 ساله، چارلز 16 ساله، جیکوب 15 ساله و پسر کوچیکشون جیمز 11 ساله بودن. گفته میشه که علیرغم تردید اولیه کتی و تیم برای شرکت در برنامه، 4 پسرشون مشتاق این تجربه بودن و در نهایت خانواده تصمیم گرفتن که پیشنهاد تهیه کنندگان ABC رو بپذیرن. کتی و تیم از شهر بزرگ به منطقه‌ای دورافتاده و روستایی در روستایی به نام بیچ سیتی در شهرستان استارک اوهایو نقل مکان کرده بودند تا 4 پسرشون رو بزرگ کنن. تیم یک شغل تمام وقت داشت و هر روز ساعت 5:30 صبح خونه رو ترک میکرد و کتی در مزرعه میموند تا بچه‌ها رو در خونه آموزش بده. خانواده استاکدیل بسیار مذهبی بودن و کتی گفته بود که اونها به مزرعه نقل مکان کردن تا ارزش‌های خانوادگی سالمی رو توسعه بدن و اون و تیم می‌خواستن فرزنداشون رو از تأثیرات منفی دور نگه دارن. هر فردی که در این برنامه شرکت می‌کرد باید فهرستی از قوانین رو به جا می‌ذاشت که مثل یه دفترچه راهنما عملکردهای خانواده رو توضیح میداد. در این نوشته مفصل کتی توضیح داده بود که بچه‌ها از تماشای تلویزیون، بازی‌های ویدیویی و گوش دادن به موسیقی مگر اینکه توسط کتی و تیم تایید شده باشه منع شدن و اجازه دوستیابی ندارن. جیکوب 16 ساله در برنامه گفت من هرگز یک قرار ملاقات نرفتم. راه‌های بهتری برای شناخت دخترها وجود داره تا اینکه به قرار ملاقات بروید. بچه‌ها در خونه آموزش می‌دیدن تا کتی به قول خودش بتونه به تربیت و آموزش اونها کنترل داشته باشه و اونا رو از تأثیرات دانش آموزای دیگه یا معلم‌ها دور نگه داره. اون گفته بود که اونا هر روز صبحانه رو در 1 ساعت مشخص می‌خورن، اما اگه پسراش به موقع نمی‌رسیدن 2 دقیقه فرصت داشتن تا حاضر شن و اگه دیر می‌کردن 25 سنت جریمه می‌شدن. برای کسب امتیازات در خانه پسرها باید کارهای خونه را انجام میدادن تا توکن بگیرن که بر روی یک نمودار روی دیوار قرار می گرفت و بعد میتونستن توکن ها رو برای چیزهایی مثل گوش دادن به یک برنامه رادیویی تایید شده توسط خانواده تعویض کنن. خانواده استاکدیل یک زندگی نسبتاً منزوی داشتن و فقط با همدیگه همدم بودن. کتی گفت زندگی فقط درباره تفریح و سرگرمی نیست. من اوقات فراغت زیادی برای پسرهام ترویج نمی کنم. در دنیای نوجوانان تأکید زیادی به گذراندن وقت با دوستان وجود داره. ما وقت گذرانی نمی کنیم. من اصرار دارم که پسرها برای هر فعالیتی تمرکز و هدف داشته باشن تا به روابط بی‌معنی آلوده نشن. اون گفت که اگرچه بچه‌هاش رو در محیطی بسیار سختگیرانه تر از اون چه که والدینشون رو بزرگ کرده بودن تربیت میکنه، اما فکر میکنه این بهترین روشه و با توجه به اینکه زمانها تغییر کرده و در نهایت به عنوان یک خانواده اونها باور داشتن که گذراندن وقت با هم بدون دخالت هیچ چیزی بهترین روشه. پسرها در موسیقی بسیار با استعداد بودن و با پدرشون تیم در یک گروه بلوگراس می نواختن. گروه شامل عناصر موسیقی گاسپل و کمدی هم بود و اونها اغلب در مسابقات منطقه‌ای شرکت می‌کردند و در تجمعات بلوگراس اجرا می‌کردند. بدون شک همه اونها بسیار با استعداد بودند
و خانواده گفت که از هر فرصتی برای نواختن و ساختن موسیقی با هم لذت میبرند. تیم گفت که این یک راه خوب برای آموزش کار گروهی به بچه‌ها و همچنین برای کسب درآمد. کتی به عنوان مدیر گروه عمل میکرد و با همدیگه 4 آلبوم تولید کرد. خانواده استاکدیل با خانواده تانکوویچ عوض شدن که کاملا متفاوت بودن. لوری تانکوویچ سعی کرد با دادن آزادی بیشتر به پسرها اوضاع رو تغییر بده، اما با مقاومت شدیدی مواجه شد. لوری گفت وقتی قوانین رو تغییر دادم و میخواستم به اونها اجازه بدم که تفریح کنن، تلویزیون و بازی‌های ویدیویی داشته باشن و کمی زندگی رو تجربه کنن، جیکوب بیرون دوید و گریه کرد. وقتی به دنبالش رفتم و از اون پرسیدم چه مشکلی داره، اون گفت که میترسه والدینش به اون بگن که به جهنم خواهد رفت. بعد از پایان تجربه برنامه وایف سواب به نظر میرسید که همه چیز برای خانواده استاکدیل به حالت عادی برگشته. اونها به اجرای موسیقی با پسرها ادامه دادن و اغلب در مسابقات برنده می شدن. همچنین به کار در مزرعه خانوادگی مشغول بودن. تقریباً 1 دهه بعد کالوین و چارلز از خونه و منطقه نقل مکان کرده بودن و رسما گروه خانوادگی رو ترک کرده بودن. اگرچه هنوز هم زمانی برای بازدید به خونه برمیگشتن و با آنها موسیقی می نواختن. کالوین در کالج هیلزدیل در میشیگان کار میکرد و چارلز در فیلادلفیا در حال تحصیل پزشکی بود. جیمز 21 ساله در دانشگاه مشغول به تحصیل در رشته تجارت بود و امیدوار بود که به بخش مدیریتی گروه خانوادگی بپیونده. کتی همچنان به طور منظم در کانال یوتیوب خودش اغلب پسرها رو در حال اجرای موسیقی و انجام فعالیت‌های مختلف نشون میداد. آخرین بارگذاری اون در 23 مارس 2017 بود که پسر کوچیکش جیمز رو در برف نشون میداد که شوخی میکرد و سرگرم بود. اعضای باقی مونده از گروه موسیقی استاکدیل که تیم، جیکوب و جیمز بودن و یه دوست خانوادگی به نام جو استاینر همچنان موفقیت‌های خوبی کسب می‌کردن و برنامه‌های تابستونی اونها کاملا پر بود. استاکدیل ها در ماه جون در یک گردهمایی موسیقی با دیگر اعضای خانواده و دوستا شرکت کردند و یکی از شاهدان یادآوری کرد که جیکوب به دلیل احساس ناخوشی زودتر مکان رو ترک کرد. در اواسط جون اونها در مزرعه وایلد کت در اوهایو اجرا کردند. هیچ چیزی غیر عادی به نظر نمی رسید و همه چیز در حالت عادی خودش بود. ساعت 4:36 بعد از ظهر پلیس تماسی دریافت کرد. هیچ صدایی شنیده نمیشد و کسی که پشت خط بود به سرعت تماس رو قطع کرد. هویت کسی که این تماس رو گرفته همچنان نامشخصه. هنگامی که مقامات به محل تماس رسیدن، ساکنان اونجا به اونها درباره صدای تیراندازی هایی که در نزدیکی مزرعه خانواده استاکدیل شنیده بودن هشدار دادن. همسایه ها گفتن که بین ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر بین 10 تا 12 تیراندازی شنیدن. وقتی پلیس به ملک نزدیک شد، دیدن که در بازه و یه نفر داخل ایستاده و بعد صدای یک تیراندازی رو شنیدن. اونا جیکوب استاکدیل 25 ساله رو با جراحت گلوله در سر روی زمین پیدا کردن. اون به شدت خونریزی میکرد اما همچنان زنده بود. در طبقه بالا در حمام کتی 54 ساله رو پیدا کردن و جیمز 21 ساله نزدیک در پیدا شد. هر دوی اونها از جراحت گلوله هایی که از یک تفنگ 20 گیج شلیک شده بود و همون تفنگی که با جیکوب پیدا شد کشته شده بودند. جیکوب تفنگ رو از خانه برداشته بود، مادر و برادرش رو کشته بود و بعد تفنگ رو به سمت خودش گرفته بود. در زمان وقوع حادثه تیم، کالوین و چارلز در خونه نبودن. کالوین گفت جیمز کوچکترین برادرمون همیشه محرک شادی خانواده بود. اون دوستای زیادی و یک خانواده‌ای که اونو بسیار دوست داشتن پشت سر میذاشت. برادرم جیکوب هنوز در وضعیت بحرانیه و ما برای بهبودی جسمانی اون دعا میکنیم. خانواده ما در حال برنامه ریزی برای مراسم خاکسپاری و آغاز فرایند بهبودی هستند. اون همچنین اضافه کرد که به عنوان یک خانواده اونا جیکوب رو دوست دارن و اونو میبخشن. تیم که در حال سوگواری بود گفت کتی همسر محبوب من به مدت 32 سال و مادر فوق‌العاده‌ای برای 4 پسرمون بود. اون بیش از هر چیز دیگه‌ای عاشق مادر و مادر بزرگ بودن بود. اون علاقه زیادی به یادگیری داشت و به ایمان مسیحیش، سلامت طبیعی و کشاورزی ارگانیک علاقه‌مند بود. جیکوب
بیش از 1 سال در بیمارستان موند و جراحی‌های متعدد از جمله بازسازی و درمان گسترده‌ای برای آسیب‌های شدید مغزی دریافت کرد. اون تمام بینایی چشم چپش رو از دست داد و حداقل 7 قطعه فلزی به طور دائم در سرش باقی. در سپتامبر 2018 بعد از بیش از 1 سال درمان و مراقبت پزشکی، جیکوب به 2 فقره قتل متهم شد و ادعای بیگناهی به دلیل جنون کرد. هیئت منصفه تصمیم گرفت که مجازات اعدام رو در مورد اون اعمال نکنه. در ژانویه 2019 جیکوب در یک جلسه کوتاه با وکیل مدافع خودش حضور پیدا کرد و وکیل اون درخواست ارزیابی روانی از موکلش رو کرد. filing the not guilty by reason of insanity plea and ask the court to order the appropriate evaluations for that plea also. بعد از این جیکوب در بیمارستان رفتاری هارتلند، یک مرکز روانپزشکی ایالتی امن، بستری شد چون تشخیص داده شد که به لحاظ روانی توانایی ایستادن در دادگاه رو نداره. اون چندین بار ارزیابی شد اما به دلیل آسیب مغزی ناشی از تلاش برای خودکشی نتایج اغلب متفاوت بود. اون 2 بار سعی کرد از بیمارستان فرار کنه. اولین بار در نوامبر 2019 با پنهان شدن بین قفسه‌های کتاب و 1 ماه بعد زمانی که تلاش میکرد با مردمی که از مؤسسه خارج میشدن قاطی بشه دستگیر شد. یه پزشک که برای ارزیابی جیکوب دعوت شده بود اظهار داشت که بعد از 1 سال درمان در هارتلند جیکوب باید بتونه در دادگاه حاضر بشه. با این حال به دلایل مختلف شروع دادگاه همچنان دشوار بود. تأخیرها به دلیل همهگیری کووید 19 همه چیز رو به عقب انداخته بود و سکوت کامل جیکوب در جلسات دادرسی حرکت به جلو رو حتی سخت‌تر می‌کرد. Stockdale, are you able to hear me? First of all, officer, can you hear me? Yes, Your Honor, we can hear you. Okay, and thank you. Mr. Stockdale, I am Judge Frank Forcioni. Are you able to hear me today? Okay, he is not responding. My first concern was whether they could hear, and the officer standing behind him can hear. Mr. Stockdale, can you see your lawyers here today, Mr. Kazanis and Mr. Graham? Okay, again, he's not responding, but he is seated there. Can you hear me, first of all? Good morning, sir. Good morning, okay, and you're able to respond to me today? Yes. Okay, good, good. I don't want to ask any more questions beyond that. The charges here are very serious, and as a judge, my job is to make sure you get a fair trial. I mean, that's my goal on every trial. I don't prejudge anything, and I'm bending over backwards to make sure that you get a fair chance here, okay? But when we get to competency issues and evaluations for sanity, the only way we can proceed is if you participate. I mean, you have to participate. You have 2 really good lawyers. I mean, they're not good lawyers, they're outstanding lawyers. And I would have never appointed them to you if I didn't trust them. And I can't say enough good things about them. But they can only adequately represent you if you work with them and talk to them. This may be a strange environment for everybody here, but the justice system does have to proceed in this case. I am setting the trial date, but I'm also then going to have my staff contact Dr. Wood's office to get somebody out there to interview. به دلیل سیاست‌های بیمارستان و محدودیت‌های کووید 19 جلسات دادرسی و ملاقات‌های حقوقی به صورت مجازی برگزار می‌شد. اما دکتر وود برای ارزیابی جیکوب شخصاً به بیمارستان فرستاده شد. جیکوب همچنان در جلسات شرکت نمی‌کرد و به سوالات پاسخ نمی‌داد. با این حال بعد از ارزیابی طولانی دکتر وود در نهایت تشخیص داد که جیکوب در زمان ارتکاب قتل‌ها از نظر بالینی عاقل بوده. Yes, sir. Okay. In this particular case, there's been a report that has been filed in this case, and just to walk through it by Dr. Arcangela Woods. It's her opinion based on a reasonable psychological certainty that you are not suffering from a severe mental defect at this time of the
charge, and she lists her reasons. She indicates it's her opinion beyond a reasonable psychological certainty that Mr. Stockdale was not suffering from a severe mental disease at the time charged. She's indicating that Mr. Stockdale, in her opinion, based on a reasonable psychological certainty, he was not suffering from a severe mental illness or disease or defect at the time of the offense charged. And an opinion regarding wrongfulness cannot be rendered because his defense is that he's asserting his innocence. So we have this report, we've done the competency, we've done several competency evaluations, we've now done the sanity evaluation. We have a trial scheduled for May 4th of this year. The defense, are you able, first of all, to get in to see your client okay? Your Honor, we are not at this time able to get into Heartland. We are, however, able to have Zoom conferences with him, which we've been doing on. بعد از این دادگاه بالاخره قادر به پیشرفت شد. دادگاه اصلی برای 26 ژانویه 2021 تعیین شده بود، اما به دلیل محدودیت‌های ناشی از پاندمی وکیل جیکوب نتونست به صورت حضوری با اون در مرکز درمان‌های روانی دیدار کنه. وکیل دفاع درخواست تعویق در روند قانونی رو به دلیل عدم توانایی در آماده سازی مناسب برای محاکمه کرد. قاضی فرانک این درخواست رو پذیرفت و دادگاه رو به 4 می موکول کرد. در این مدت متخصصان در مرکز درمانی هارتلند معتقد بودند که جیکوب به وضعیت مناسبی برای ترک بیمارستان و انتقال به زندان رسیده. جیکوب داروهای خودش رو به موقع مصرف کرده و جلسات درمان گروهی و فعالیت‌ها شرکت می‌کرد و به نظر می‌رسید که بهبودی‌های قابل توجهی داشته. وکلای دفاع استدلال کردند که این بهبودی‌ها نشون میده که اون باید همچنان تو بیمارستان بمونه تا به پیشرفت‌های مثبت ادامه بده و نگرانی داشتن که ترک بیمارستان ممکنه به اون آسیب برسونه و اون به عقب برگرده. با نزدیک شدن به محاکمه در ماه می، وکلای دفاع نتونستن به دفاع از دیوانگی ادامه بدن و در نهایت به اعتراف به گناه با امید کاهش مجازات روی آوردن. یه هفته قبل از شروع محاکمه، جیکوب استاکدیل 27 ساله در مقابل قاضی فرانک که از اول به پرونده نظارت داشت ظاهر شد. اون به قتل مادرش کتی و برادر کوچیکترش جیمز اعتراف کرد. 2 اتهام مربوط به استفاده از اسلحه هم کنار گذاشته شد و قاضی وظیفه داشت که حکم اون رو صادر کنه. در جلسه تعیین مجازات خانواده جیکوب تصمیم به صحبت شخصی نگرفتن، اما بیانیه‌ای آماده شده رو به دادستان ارشد ارائه کردند. در جریان محاکمه خانواده استاکدیل در بیانیه‌ای به دادستان گفتند که اونا به شدت برای از دست دادن کتی و جیمز غمگین هستند. کتی مادر بزرگ، دختر، خواهر، عمه، مربی و دوست بسیاری از مردم بود و جیمز هم پسر، برادر، خواهرزاده، عمو، پسرعمو و دوست بسیاری از مردم بود. کتی تمام تلاشش رو برای آموزش خانگی 4 پسرش به کار گرفت، ولی فقدان کلمات محبت آمیز و آغوش‌های دلداری دهندش ویرانگر بوده. جیمز دانشجوی دانشگاه و موسیقیدان متعهدی بود که لبخند رو به چهره‌ها می آورد. خانواده گفتن که جیکوب هیچ یادآوری از وقایع اون روز نداره و به سیستم قانونی اعتماد. اونا اظهار داشتن که دلیل ارتکاب این عمل براشون غیر قابل درکه و گفتن ما تو رو دوست داریم و برای نقشی که در مرگ‌هاشون داشتی تو رو میبخشیم. اونا همچنین گفتن که به دلیل اینکه به قلب‌های مادر و جیمز دسترسی دارن مطمئن هستن که اونا هم جیکوب رو برای گرفتن زندگیشون میبخشن. قاضی به درخواست خانواده برای تخفیف در مجازات پاسخ داد و جیکوب رو به 15 سال حبس برای هر قتل به صورت متوالی محکوم کرد. قاضی گفت من باید از عموم مردم محافظت کنم و ماهیت این اتهامات به قدری وحشتناکه که تو باید 30 سال در زندان بمونی. وضعیت درباره امکان آزادی مشروط جیکوب تایید نشده، اما اگه اون کامل مجازات خودش رو بگذرونه در زمان آزادی نزدیک به 60 سال سن خواهد داشت. اگرچه دلایل پشت این رویداد هنوز هم تایید نشده، بیشتر مردم از جمله لوری تانکوویچ که با کتی در برنامه وایف سواب عوض شد بر این باورن که سختگیری‌ها و فشارهای خانه استاکدیل
ممکنه جیکوب رو به این عمل افراطی سوق داده باشه. اتفاقاتی که در خانواده استاکدل اون روز افتاد هنوز به طور کامل مشخص نشده. نگاهی که ما از طریق برنامه وایف سوپ به زندگی اونها داشتیم تصویر کاملی از دینامیک خانواده و روابط اونها به ما نمیده. با وجود اینکه شایعات و حدس و گمانهای زیادی درباره دلایل و شرایط این تراژدی وجود داره، واقعیت اینه که این یک موقعیت بسیار دردناک برای همه افراد درگیر در این پرونده است.